الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه آداب اسلامی خوش آمدید میگویم. یک دیگر از مسائلی که امروزه ادب نسبت به این مسئله کمتر رعایت میشه، قضیه صله ارحام هست یا صله رحم، دید و بازدید از اقربا، از نزدیکان. متاسفانه بعضی از انسانها در جامعه میبینیم که وقتی که بحث از صله رحم میشه میگه من خواهر خود را 1 سال 2 سال میشه هیچ احوال ندارم، کمتر یا بیشتر. یا بعضی انسان ها میگه در هفته ها من از پدر و مادر خود خبر ندارم. بعضی از انسان ها نسبت به برادر خود، نسبت به عموی خود، کاکای خود، مامای خود. اما عکس اقربا و خویشاوندان را گذاشته، میبینیم که از افراد هر لحظه خبرگیر هست و آگاه هست که هیچ ربط شاید به صله رحم و به صله ارحام و به اینها نداشته باشه. الله سبحانه و تعالی شدید بیان میکنه و میفرمایه واتقوا الله، بترسید از الله، از او ذاتی که الذی تساءلون به والارحام، روزی سوال کرده میشوید در قضیه صله رحم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پیرامون صله رحم چقدر احادیثی ارشاد فرمودن و ما را متوجه می سازن. و یا این که بعض دیگر از انسانها فکر می کنن که به مجردی که دخترشان عروس شد دیگه کاملا دیگه ارتباط نداره و صله رحم لازم نیست. بعضی از برادرها فکر میکنن به مجردی که خواهرشان عروس شد، خانه بخت خود رفت، خانه شوهر رفت، دیگه نیازی به پرسان و احوالگیری نداره. و هکذا عمه و خاله و سایر کسان اقربا و خویشاوندان و اینها. آیات زیادی داریم که الله سبحانه و تعالی می فرماید و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. شما صاحبان قرابت اولو الارحام را باید بشناسید، در کتاب خدا بیان شده، قرآن برای ما معرفی میکنه. اصلا وقتی ما میگیم صله رحم، این صله رحم برای کیست؟ اقربا و خویشاوندان چی کسانی هستند؟ خود این ارحام و ذوی القربایی که در قرآن بیان شده اینها چی کسانی هستند؟ به اینه که گفته شده یطلق این ارحام یا ذوی القربا یطلق على كل من یجمع بینک و بینه نسب. او چیزی که جمع میکنه یا یجمع جمع کرده میشه، او چیزی که جمع میکنه یا جمع کرده شده بین تو و بین او شخص نسب،
وقتی نسب یک جا شد، شما شدید ذوی الارحام، شما شدید ذوی القربا، شما شدید اقربا، شما شدید از کسانی که باید از حال همدیگر واقف باشید. دین مبین اسلام دینی نیست که انسان تکرو باشه، دینی نیست که هر کس در گوشه زندگی بکنه، پدر از فرزند خبر نداشته باشه، فرزند از پسر خبر نداشته باشه، دختر از حال مادر خبر نداشته باشه، مادر از حال دختر خبر نداشته باشه، پدر از حال فرزند خبر نداشته باشه، فرزند از حال پدر خبر نداشته باشه. دین اسلام چنین دینی نیست. این در غربه که امروز پدر از پسر خبر نداره، پسر از خواهر خبر نداره، خواهر از برادر خبر نداره. دین مبین اسلام دینیه که همه را کنار همدیگر جمع کرده. قضیه ذوی القربا گفته، ذوی الارحام گفته. این قضیه‌ای که روز قیامت پرسان میشه از این قضیه. وقتی که میبینیم الله سبحانه و تعالی میفرمایه فاسقین رو وقتی که بیان میکنه، یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین، ادامه بعد از فاسق اوصاف فاسق رو بیان میکنه. فاسقین چی کسانی هستن؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل به. آنهایی که عهدی که با خدا بستن اون عهد را شکستن و آنهایی که صله ارحام را قطع کردن و قطع میکنن. خیلی مسئله مهمیه و این بحث صله ارحام از خود آداب داره. اولین ادب در این بحث اینه که صله رحم ابتدا باید از آن کسی که نزدیکتر هست، الاقرب فالاقرب، اوی که نزدیکتر هست از او شروع میشه. یک نفر هیچ وقت از پدر خود خبر نگیره، از مادر خود خبر نگیره، بعد بره بگه که من میرم از عموی خود، از کاکای خود، از مامای خود همیشه خبر میگیرم، صله رحم به جا میکنم. نه خیر، این ارزش نداره. پدر و مادر مقدمه از همه. بعد از پدر و مادر آبا، اجداد، پدرکلان، بعدن بالاخره عمو و بعد عمه و خاله و هر کدام که نزدیکتر بود. برای انسان صله رحم باید از او آغاز بشه و نسبت به او بیشتر توجه بشه. خواهر، برادر، در این راستا. نکته دوم، صبر کردن به مقابل آزار و اذیت اقربا. یکی از این اقربا، چی پدر باشه، مادر باشه، عمو باشه، خواهر باشه، برادر باشه، وقتی آزار اذیتی برای تو رساندن، دیگه حالا لازم نیست که بیایی انتقام بگیری و بیایی با اینها سر کشر داشته باشی. این از جمله آداب صله ارحام اینه که اگر آزار و اذیتی از اونها دیدی ببخش، عفو کن، متوجه باش که اینها اقربای تو هستن، خویشاوندان تو هستن، بستگان تو هستن. سوم، وقتی با اقربا و خویشاوندان روبرو میشی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مصافحه با تبسم، خنده داشته باش، تبسم بکن. وقتی پرسان میکنی کاکا جان چی حال دارید، ماما جان چی حال دارید، عمه جان چی حال دارید، خاله جان چی حال دارید، همه اینها از پدر و مادر، پدر جان، مادر جان، خواهر جان، برادر جان، وقتی با اقربا و خویشاوندان خود میرسید، سلام کردید، با تبسم سخن آغاز کنید. پنجم، اگر در بین اقربا و خویشاوندان دشمنی بود، خصومت بود، عداوت بود، اینه که تو برادر مسلمان، تو خواهر مسلمان توان دارید که این عداوت و دشمنی تبدیل کنید به محبت و دوستی. تلاش باید کرد. این از جمله آدابیه که ارتباط میگیره به صله ارحام.
و همچنین وقتی که از اقربا و خویشاوندان باز هم عذری یا عیبی از عیوب که در بین انسانها هست مشاهده می کنید، نباید این را پیش این قوم دیگر، پیش خش دیگر، پیش بستگان دیگر مطرح کنید. انسان، در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم، اگر انسان عیب برادر مسلمان خود را بپوشانه، الله سبحانه و تعالی عیوب از او در دنیا و آخرت میپوشانه. این قضیه وقتی به برادر مسلمان چنین بود، حالا به اقربا و خویشاوندان به طریق اولا، وقتی عیبی از اونها میبینی، سخنی از اونها میبینی، اون را بپوشان. از جمله آداب با اقربا و خویشاوندان یا آداب در قسمت صله ارحام، این که خواهران مسلمان وقتی که از اقربا و خویشاوندان اونها، از محارم اونها حتی وقتی به دیدنشان میآیند، اونها باید حجاب کامل داشته باشند. تو خواهر مسلمان باید حجاب خود را رعایت کنید، باید حجاب خود را، حجاب درست و صحیح باید داشته باشید. اما امروز متاسفانه به نام صله رحم، به نام اقربا و خویشاوندان، چقدر اختلاط، خلط و مخلوط زن و مرد نامحرم در بین جامعه صورت میگیره که الله همه ما را از این حالت نجات بده. نکته دیگر این که وقتی که به خانه اقربا و خویشاوندان میخواید داخل بشوید، بعضی از انسانها مستقیم بدون اذن و اجازه داخل میشن. چرا داخل شدید؟ خب این خانه برادر من هست، این خانه خواهر من هست، این خانه پدر من هست، این خانه مادر من هست، این خانه عمو و کاکای من هست. خانه هر کس که میخواهد باشد نباید بدون اذن و اجازه داخل شد. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. بعد اجازه گرفت، صدا بکن. در بعضی روایات اول در زدن آمده، بعدن سلام. در بعضی روایات آمده که اول صدای خود را بلند بکن، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدا کن که آیا کسی داخل این خانه هست. خب این اقربا و خویشاوندان تو، این عمه و خاله تو، خب شاید سرش پوشیده نباشه، شاید پایش پوشیده نباشه. در این راستا باید این ادب رعایت بشه که در خانه اقربا و خویشاوندان وقتی داخل میشوید باید صدا کرد و اذن و اجازه خواست. همچنین از جمله آداب صله رحم اینه که وقتی در بین اقربا و خویشاوندان، بین ذوی القربا میبینیم مشاکلی هست، باید نصیحت کرد به اسلوب حسنه، به روش نیک باید اونها را نصیحت کرد. برادرم این مشکل داری، خواهرم این مشکل داری، شریعت این را اجازه نداده، دین مبین اسلام این را تایید نکرده، این عمل درست نیست. به اسلوب درست، نه این که این سخن سبب نفاق بشه، سبب جدایی بشه، فتنه بزرگتری ایجاد بشه. پس این از جمله آداب صله ارحام هست. نکته دیگر حفظ اسرار، حفظ اماناتشان، چی مالی باشه، قبلا اشاره کردیم، چی حرفی باشه، چی سخنی باشه که از اونها پیش ما امانت گذاشته میشه، ما باید او را حفظ کنیم. نکته دیگر که ارتباط میگیره به آداب صله رحم یا صله ارحام یا دید و بازدید از اقربا و خویشاوندان اینه که دادن هدیه برایشان. وقتی دیدن اقربا و خویشاوندان میروید، هدیه‌ای، تحفه ببرید برایشان. وقتی اونها برای شما هدیه و تحفه دادن، تحفه و هدیهشان را قبول کنید، با دل و جان بپذیرید، تشکری کنید از اونها، ولو که کم باشه، ولو که اندک باشه، ولو که قلیل باشه. پس به اینه که هدف از صله رحم، صله ارحام اینه که محبت به وجود بیایه. رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما هدیه بدهید، محبت بگیرید. هدیه دادن محبت ایجاد میکنه، تحفه دادن محبت ایجاد میکنه. و نکته دیگر این که اگر از اقربا و خویشاوندان مریضن، به عیادتشان بروید.
محتاجن کمکشان کنید، ضرورت به چیزی دارن که تو میتوانید این مشکلشان را حل کنید، بشتابید به حل مشکل اقربا و خویشاوندان و اینها. و همچنین از جمله آداب صله ارحام اینه که رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. این نیست که کسی با تو صله رحم انجام داد تو هم انجام بدی. اصل اینه که کسی که ارتباط خود را با تو قطع کرد تو برو صله رحم را به جا بیار، تو برو در خانهش، تو برو سلام بکن. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، ارزش اینه که ما همدیگر را درک کنیم، دست همدیگر را بگیریم، شیاطین جنی و انسی ناامید کنیم، نگذاریم بین خانواده ها، بین اقربا، بین خویشاوندان خدای نخواسته کدورتی ایجاد بشه، صله رحم شکنی بشه. ما باید وصل کرد، صله ارحام میگیم، وصل کردن اقربا و خویشاوندان به هم دیگر. نکته اخیر، وقتی در بین اقربا و خویشاوندان دیدی که یکی از اقوام و خویشاوندان و اقربا و ذوی القربا دچار پریشانی هستند، خود را به غم اونها شریک بساز. وقتی شادی دارن به شادیشان شریک شو. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه این آدابی که پیرامون صله ارحام هست اینها را به جا بیاوریم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند هیچ چیزی تقدیر به هم نمیزند، اما صله ارحام چنان در زندگی نقش داره که حتی بعضی وقت عمر انسان در روایات میاره که اضافه میکنه. هدف اینه که در عمر انسان برکت ایجاد میشه به وسیله صله ارحام. الله سبحانه و تعالی خوشش میایه از مهر و محبت و صمیمیت و دوستی که موافق به شریعت مقدس اسلام باشه. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده که نسبت به اقربا و خویشاوندان و نسبت به کل امت اسلامی، نسبت به همه انسانها حقوقشان را رعایت نماییم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.